خب این یک بافت معده است که به طور کامل برداشته شده. همونطور که میبینین این انحنای بزرگ معده هست و این هم انحنای کوچک معده و این هم محل اتصال میری به معده. این قسمت محل اتصال میری به معده هست و این قسمت هم خروجی معده. خب اینو ما بازش کردیم. همونطور که میبینید در این قسمت بالای معده یک زایه زخمی، ببینید اینجا زخمه نسبت به اینجا که در ضمن ببینید اینا چینهای سالم معده است. این معده به این صورت چین داره که غذا در لابلای این میاد چیکار میشه؟ توسط اسید معده خرد میشه و آماده برای جذب. خب ببینید این قسمت الان یک زخم هست و افزایش ضخامت نسبت به قسمت های دیگه که در واقع توده یا تومور در همین قسمت است. خب علائم تومورهای معده یا سرطان های معده به صورت های مختلف میتونه باشه. حتی ممکن است در بعضی موارد علامت خاصی هم نداشته باشه، ولی تهوع استفراغ، خصوصا اگر استفراغ خونی باشه، سوزش مکرر معده، کاهش اشتها و کاهش وزن، نفخ مداوم، کمخونی خصوصا در آقایان خیلی با اهمیت است که حتما باید بررسی بشه. مدفوع خونی و بلع مشکل، یعنی اگر مثلا فرض کنیم که این توده در قسمت ورودی میری به معده باشه، ممکن است که مریض بلعش دچار مشکل بشه. کلا در مورد سرطان ها ما هیچ علت خاصه که 100% بخوایم به عنوان مقصر تلقی بکنیم وجود نداره، ولی عللی که ممکنه باعث ایجاد این بشن، ایجاد کنسرهای معده بشن، یکیش عفونت با میکروب معده هست. رژیم‌های غذایی نامناسب مثل غذای خیلی شور، غذای دودی شده، سرخ کردنی ها، کمبود مصرف میوه و سبزیجات، سابقه خانوادگی خیلی مهم هست. اگر در خانواده‌ای سابقه کنسرهای معده یا دستگاه گوارش باشه، حتما باید تمام اعضای خانواده بررسی بشوند